تظاهرگران میدانی را در مرکز یریوان پایتخت ارمنستان در دست خود نگاه می‌دارند. نیروهای امنیتی شام 22 ایون تلاش کردند با استفاده از زور اعتراضگران را پراکنده کنند، ولی شب 23 ایون آرام گذشت. پلیس دیگر برای پیش کردن ازدحام اقدام نکرد و به آنها اجازه داد که باریکاده‌ها بسازند. رئیس جمهور ارمنستان سرژ سارکیسیان به فعالان برای بررسی طلب‌هایشان پیشنهادی ملاقات داده است، ولی رهبران اعتراض رد کرده‌اند. تظاهرگران میگویند تا زمانی که حکومت پیش راه 16% بالا بردن نرخ نیروی برق از سوی شرکت روسیه را نگیرد، در میدان خواهند ماند. در باغ حیوانات تفلیس پایتخت گرجستان جستجوی یک جسد مهم ادامه دارد. بعد آبخیزی روز 13 ایون یک ببر تا حال بی نام و نشان باقی میماند. مقامات امیدوارند که مرده این ببر را پیدا کنند، چون که یک ببر دیگر بعد آبخیزی از باغ حیوانات فرار کرده قبل از کشته شدنش از سوی پلیس یک مرد را کشت. در آبخیزی خرابی آور هفته گذشته که به پایتخت گرجستان خیلی خرابی آورد، بیش از نصف جانورهای باغ حیوانات شهر هلاک شدند. اسلام آباد پایتخت پاکستان در پی یک باران کمی به خود آمد. این بارشات بعد موج گرمای شدید است که گفته می شود سبب مرگ تقریبا 800 نفر شده است. حرارت هوا در اسلام آباد در پی 47 درجه گرمی روزهای اخیر اکنون تا حدود 27 درجه پایین آمده است. موج گرما در پاکستان همراه با ماه رمضان آمد که مسلمانان در طول روز روزه می گیرند و آب و غذا خورده نمی توانند. مقامات حفظ صحت پاکستان میگویند اکثر این 800 نفر در روزهای گرما از کمابی بدن هلاک شدند. فعالان قرغیز در نزد بینای اساسی حکومت در شهر بیشکک جمع شده از مقامات خواستند که قانون اساسی قرغیزستان را عوض نکنند. اعتراضگران در دست عکس‌های رهبران سیاسی را داشتند که به تلاش در دستانشان منسجم کردن قدرت عیبدار میشوند. قرغیزستان در سال 2010 هر نوع اصلاح قانون اساسیش را برای 10 سال منع کرده بود. اما با گذشت همگی 5 سال برخی وکیلان پارلمان می‌خواهند با اصلاح قانون اساسی توازن بین شاخه‌های حکومت را تغییر دهند. آنها با این دلیل خواستار یک رأی‌پرسی سراسری شدند.